سپس سوره عادیات. نام این سوره عادیات است، توقیفی است، چون این سوره بر این نازل شده است. عدد آیات‌های این سوره عادیات 11 تا است. در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدنش 14 سوره است. در مصحف در قرآن 100 سوره است. موضوع این سوره مبارکه سوره عادیات قسمی از مردم بیان انکار آن نعمت‌هایی که الله برای آنها عطا کرده است و بیان محبت مال، انکار مردم نعمت‌های الله سبحانه و تعالی که بر آنها عطا کرده است و بیان این محبت بر دنیا و این مال دنیا. و مقصد این سوره مبارکه سوره عادیات برحذر کنندن مردم از انکار نعمت‌های الله سبحانه و تعالی و تذکیر یادآوری مردم برای آخرت است. و این سوره عادیات یک سوره مبارکه است که آغاز میشد این سوره مبارکه بر عادیات. خیل میگه، یعنی اسب‌های دوان، اسب‌های چاواندازی. و قسم است، الله قسم یاد میکند، الله سوگند یاد میکند، سوگند با آن اسبانی دوانده تازنده که نفس زنان اسب با شدت میدود. و این سوره مبارکه با قسم شروع شده است. قسم و سوگند یاد میکند الله سبحانه و تعالی به این اسبانی تیزنده در راه الله سبحانه و تعالی، بیان اظهار شرف آن و فضل آن عند نزد الله سبحانه و تعالی، بیان اینکه انسان بر آن نعمتایی که الله برای بنده عطا کرده است ناسپاس است، ناشکر است، انکار نعمت‌های الله سبحانه و تعالی میکند و انسان با این نعمت‌هایی که ناسپاسی ناشکری میکند، انکار میکند، و ملعون است. با این کفران و جهود و انکاری که میکند، با زبان حالش، با حرکاتش و سخن میراد انسان. این سوره از طبیعت انسان که محبت شدید دارد بر مال دنیا و خاتمه افته این سوره مبارکه بر برگشتن خلقها به سوی الله سبحانه و تعالی و حساب و جزا، که در آخرت هیچ مال و متاع منصب جایگاهی برای انسان فایده نمیدهد. به درستی که فایده انسان در روز آخرت این ایمان انسان و عمل صالح اوست، تمام، دیگر هیچ چیزی برای انسان فایده نمیدهد. و مناسبت این سوره مبارکه هنگامی که الله سبحانه و تعالی پیش از این سوره زلزله را ذکر نمود که خیر و شر را در آنجا بیان کرد، در سوره عادیات طبیعت انسان را ذکر نمود که بسیار متکبر و سرکش و انکار کننده است، ناسپاس است و بر دنیا بسیار محبت دارد. پس مناسبت این سوره، مناسبت اول با آخر سوره، هنگامی که الله سبحانه و تعالی در اول این سوره والعادیات ذکر نمود که اسبان تازنده ای که نفس زنان به طرف دشمن حمله میکند، در قلب دشمن تأثیر میگذارد، او را در دهشت میافکند. پس نتیجه آن را، هدف آن را هم ذکر نمود. هنگامی که قدم گذاشتن انسان بر ظلم، این یک عجیب است که انسان بر نفس خود شهادتی بر ظلم میدهد. با این عجیب تر است، باز از این ده عجیب ترش آن است که انسان بر آن نعمتایی که الله برای او عطا کرده است کفران نعمت میکند. و در اینجا الله سبحانه و تعالی کلمه های عادیات، ضبحه، موریات، قدحه اینها را ذکر کرده است که این لفظ ها در قرآن کریم در غیر این سوره ذکر شده نیست. والعادیات ضبحه گفت، فالموریات قدحه گفت، والعادیات ضبحه. فضیل ابن ایاد فرماید که در قول الله سبحانه و تعالی لربه لکنود، در این آیه کریمه که ان الانسان لربه لکنود، به درستی که آدمی پروردگار خود را شکر و سپاسگزاری نمیکند. میفرماید که لکنود یعنی که همون ناشکری که میکند، الذی تنسیه سیئه واحده، یک گناه او را به فراموش خاطر میرساند، میبرد. یک گناهش انسان را از این نعمتایی که الله برای او عطا کرده است به فراموشی برده میرساند. یا که یک بدی که بر بالای سر انسان میآید، در حالی که این قدر حسنات نیکویی دارد، این قدر الله برای وی نعمت عطا کرده است، همه نعمت الهی را فراموش میکند. و فرمود که و انه لحب الخیر لشدید، اینکه انسان به سوی محبت مال بسیار رغبت دارد، چنان محبت دارد که دیگر واجبات را ترک مینماید، حقوق الله را پایمال میکند، حقوق مردم حتی حقوق خود را پایمال میکند به خاطر همون حب مال رسیدن، دنیا رسیدن. شهوتش را، نفسش را از حق الله در بالا میداند، بالا قرار میدهد. برای همین نظری وی کوتاه کرده شده است در این حیات دنیا و از آخرت غافل مونده است. و بیان اینکه انسان ها از بطن، از شکم این زمین در آن روز برآورده میشوند، مبعوث میشوند، برانگیخته میشوند و در آن روز حساب کتاب بر آنها آغاز مییابد. والعادیات ضبحه گفتیم، والعادیات ضبحه، الله سوگند یاد میکند، سوگند به اسب‌های تازنده ای که نفس زنان به طرف دشمن حمله میکنند. قسم یاد کرد الله سبحانه و تعالی بر این اسبان، چون در این آیات‌های بزرگ الله سبحانه و تعالی نشانه قدرت اوست. نعمت‌های ظاهر است، نعمت‌هایی که برای همه مردم آگاه است. این نعمت‌ها، نعمت‌هایی که الله قسم یاد کرد به آن نعمت‌هایی که در این حیات انسانی با انسان، این اسب‌ها، این حیوان‌ها مشارکت می‌نمایند.
والعادیات ضبحا، دشمنان بزرگ و قوی رو به واسطه اینها حمله میکنند. و ضبح والعادیات ضبحا، گفت ضبح همون نفس کشی اسب رو که با تمام قوت به خاطر سیدش به سوی دشمن سینه خود رو طرف دشمن میگذارد به خاطر دفاع از رئیسش سردار. فالموریات قدحا، گفت سپس باز قسم میاد که سوگند به اسپانی که با نعل خود سنگ را زده آتش میافکنند، آتش میبرند. هنگامی که در صبح یا که در بگاه یا که در شب بینی دویدن اسب را چگونه زمین رو روشن میکند از شدت سخت زدن پایش بر زمین. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، و سوگند به اسپانی که بر مقابل دشمن بامدادان هجوم میکنند، صبحگاهان هجوم میکنند بر دشمنان. فالمغیرات بر دشمنان، صبح در صبح این امر اغلبی است، غالبا در صبح دشمن خواب است. فاثرن به نقعا، فاثرن به، و آنگاه که اینها حمله میکنند با این اسبان در آنجا غبار برانگیخته میشود، همراه غبار فرا میگیرد. فوسطن به جمعا، و آنگاه در آنجا درمیان میدرآیند، درمیان دشمن خود را میپرتایند تا دشمنان را سرنگون بسازند. فوسطن به جمعا، جمعی اعدا را در میان آنها این اسبان خود را میپرتایند. بیانگر آن است که اسب یک حیوان هم باشد، الله اون را در اینجا ذکر نمود چقدر بر صاحبش دوستدار است. یک علفی که آن صاحبش او را میدهد چقدر سینه خود رو طرف دشمن قرار میدهد به خاطر دفاع از آن یک علف کوچکی که صاحبش او را میدهد. فقط یک علف، یک آب و علف خلاص. پس شاید بعضی انسان تا حال نفهمیدن مقصد اساسی را که در اینجا این قدر اسب این آیت تا آیت 5 6 7 همه اسب این اسبی که الله این رو مسخر تو ای انسان قرار داده است به یک علف قانع است که خود را در برابر دشمن سپر بسازد، برای تو از تو دفاع نماید. تیار است که جان خود را بسپارد، در مابین دشمن بدراید. تیار است که از دور هم دشمن را بترساند و از پیش هم بترساند، در شب هم، در روز هم، در صبح، هر وقتی، فقط برای یک علف. اما تو ای بنده آن قدر نعمت هایی که الله برای تو داده شد برای الله جانفدایی نمیکنی. برای آن پروردگاری که تو را آفرید این نعمت ها را داد عطا کرد برای تو، برای او تسلیم نمیشوی، ربوبیت او را اقرار نمیکنی، الوهیت او را که اقرار هم نمیکنی و اسما و صفات او را هم انکار میکنی یا که تعویل تحریف میکنی، در حالی که همه نعمت رو برای تو داد. سپس فرمود ان الانسان لربه لکنود، به درستی که آدمیزاد پروردگار خود را شکر نمیگوید، شکر و سپاسگزاری پروردگارش را نمی نماید. این انسان آن بزرگی خیری که الله برای این بنده عطا کرده است آن را سپاسگزاری نمی کند. این طبیعت انسان انا همین گونه است، حق خود را طلب می نماید ولیکن حق دیگران را نمی دهد. آنقدر نعمتی که الله برای بنده عطا کرده است آنها را نمی بیند. باور کنید نمی بینیم همین نعمت های الهی را که برای ما عطا کرده است. اگر هیچ چی هم نداشته باشی باور کن چیزهایی داری که دیگران ندارند، از سلامتی، از بیناییش، از شنوایی، از راه گشتن، از حرکت کردن که دیگران از آن محروم هستند، از عقل داشتن، از فراست. پس اینو برای خیر صرف کن. بلکه طبیعت انسان همین است که تنبل است. از آن حقوق مالی یا که حقوق بندگی که دارد یا که حقوق بدنی که دارد ادا نمی کند، تنبلی می کند، نافرمانی و ناسپاسی و ناشکری می کند، در ادای حقوق سرکشی و سرپیچی می کند. برای همین فرمود و انه علی ذلک لشهید، بدرستی که او بنده بر این چیز هم گواه است، از اینم آگاه است و بر این چیز هم گواه است. یعنی انسان از آنچه که از نفس خودش میداند با خبر است، این را نمیتواند انکار نماید، نمیتواند این را رد کند، چون این نعمت است که برای طبیعت انسان این را داده است. چون این امر بیان از واضح روشن است. یا که ممکن است که این که بنده برای پروردگارش بسیار ناسپاس است و الله بر این ناسپاسی که تو انجام میدی ای بنده گواه است، آگاه است و این برای تو ای بنده تهدید است، تهدید شدید است، چون برای پروردگارت ناسپاسی کردی، ناشکری کردی و الله بر این حال ما و تو آگاه است. و انه لحب الخیر لشدید، و او بنده یک علاقه سخت به این مال دنیا دارد، به این دارایی دارد، علاقه سخته. و انه بدوسه که انسان لحب الخیر در محبت دنیا لشدید تأکید میکند، بسیار محبت زیاد دارد، محبت برکست بر این دنیا تو رو ای بنده به آن جای رسانده است که تو حقوق واجباتت را در نزد پروردگارت و در نزد دیگران ترک کرده ای، چون شهوتت را بر نفس خودت تقدیم گذاشته ای،
شهوات و نفس خود را بر حقوق الله مقدم گذاشته، برای همین از آخرت غافل ماندی. برای همین این وعید شدید است برای ما بندگانش. سپس می‌فرماید که افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا انسانی که مغرور است، انسانی که مغرور شده است، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا انسانی که مغرور است نمیداند الله متعال مردگان را از قبرهایشان برای حساب و جزا بیرون میسازد، بار دیگر زنده کرده میشوند؟ آیا اینو نمیداند؟ افلا یعلم. این مغرور شده، این متکبر، این سرکش، سرپیچ، آیا نمیداند این را؟ اذا بعثر ما فی القبور، هنگامی که الله سبحانه و تعالی مردگان را از قبرهایشان برانگیخته کند و حشر سازد، و حصل ما فی الصدور، و آنچه که در دلها از نیکی و بدی پنهان است آنها را آن روز الله آشکار کند. دیگر در آن روز الله هر نیکی و بدی که است همه آن را در آن روز الله سبحانه و تعالی آشکار کند، دیگر ظاهر کند و بیان نماید. چیزی که در داخل قلب پنهان است، چی از خیر باشد چی از شر باشد، آن سیری که بود دیگر وی آشکار می شود، باطن ظاهر می شود در تمام نزد آن خلائق در آن روز، آن نتیجه اعمالی که تو کرده بودی. و حصل ما فی الصدور این ربهم بهم یومئذ لخبیر، پروردگارشان در آن روز از حال آنها و عملهایشان آگاه است. این ربهم، بدرستی که پروردگارش، بهم از حال آنها و اعمال آنها، یومئذ لخبیر، البته که آگاه است، البته که آگاه است از اعمال ظاهر باطن ما و شمایان، پنهان آشکار ما و شمایان، و همه آن جزا داده میشویم. الله از این روز ما را خبر داد، از این روز قیامت که آن اعمال شما هر چی که پنهان و آشکار است در آن روز روشن می شود، خاصا اعمالی که پنهان است در قلب شما هست، این انسان را به ترس می آورد، چون این در آن روز جزای اعمال بندگان می شود. برای همین در بالا گفت که انسان به نفس خودش، از نفس خودش آگاه تر است، داناتر است. اگر امروز سرپیچی میکنی، پس از نفس خودت تو آگاه تر و داناتر هستی، دیگر جای سرکشی نیست، سرپیچی نیست. الله مستعان. این بود بیان تفسیر سوره عادیات.